بنز جی کلاس، قدرت، استحکام و لوکس که هیچگاه زمین را فراموش نمی کند. سلام و درود به همراهان عزیز اسپیدزون. مرسدس بنز کلاس جی گرانترین خودروی شاسی بلند شرکت مرسدس بنز است که هم کاربرد نظامی دارد و هم یکی از لوکس‌ترین خودروهای این شرکت شناخته می شود. می توان گفت این خودرو نسل بعدی پژو بوده است که توسط پژو طراحی و به واسطه پانارت به دست بنز رسید. این خودرو در دهه 1970 به پیشنهاد محمد رضا شاه به عنوان یک خودروی نظامی پشتیبانی چند منظوره با توجه به شرایط بومی ایران و مخصوص ارتش شاهنشاهی ایران توسط مرسدس بنز طراحی و ساخته شده بود و حالت آن نیز جعبه مانند، اسپورت، بسیار قدرتمند در جاده‌ها و با حداکثر امنیت برای سرنشینان بود. در حال حاضر نیروهای مسلح حداقل 63 کشور دنیا از جمله ارتش آلمان، نیروی زمینی کانادا و تفنگداران دریایی آمریکا از این خودرو استفاده می‌کنند. بعد از چند سال خودروی مورد نظر تولید شده و اولین محموله از آن وارد ایران شد، ولی با وقوع انقلاب 1357 ایران از خرید آنها سر باز زد و این محصول هیچگاه به دست ارتش شاهنشاهی ایران نرسید و به خودروی اصلی ترابری سبک ناتو تبدیل شد. اولین پیشنهاد فروش این خودروها به ارتش آلمان غربی بود، ولی ارتش آلمان غربی به خاطر قیمت از خرید امتناع کرد تا اینکه بالاخره آرژانتین خودروها را خرید و در جنگ فالکلند یکی از این خودروها به عنوان غنیمت توسط ارتش بریتانیا به لندن برده شد. سربازان خسته از لندروور خشک و خشن ماشینی را سوار شده بودند که مانند لندروور همه جا رو بود و مانند جگوار نرم و راحت. به این ترتیب تمامی خودروهای باقی مانده در انبار مرسدس بنز را بریتانیا یک جا خرید و به این ترتیب کشورهای دیگر حتی خود ارتش آلمان نیز مشتری خودروها شدند و کلاس جدیدی در تولیدات مرسدس بنز گشوده شد به نام جی کلاس که امروزه پس از گذشت چندین دهه تولید که تغییرات ظاهری خیلی جزئی ولی باطنی بسیار روی این مدل بوده، هنوز از نظر قیمت رتبه بالایی را بین محصولات کمپانی مرسدس بنز دارد. به جرئت میتوان بیان کرد بنز سری جی کلاس از جذابترین سری خودروهای ساخت این شرکت آلمانی محسوب می شود. اگر رقبای مانند فورد برانکو نیز برای این اتومبیل در نظر گرفته می شوند، اما همه آنها از نظر کارایی و لوکس بودن در برابر بنز جی کلاس واقعا حرفی برای گفتن ندارند. مدل های بنز جی کلاس یا همان جی واگن خط تولیدی اتومبیل های جیپ سواری لوکس شرکت مرسدس بنز است. این خودروها به عنوان یکی از نمادهای معروف و قدرتمند شرکت مرسدس بنز شناخته می شوند.